سلام رفقا، من نویدم و اینجا دنیای موبایل و تکنولوژیه. اولین قابلیت سکند اسپیس. با استفاده از این قابلیت میتونید دو تا فضای کاملا جداگانه تو گوشیتون داشته باشید. همینطور که میبینید من سرچ کردم. و دومین قابلیت دوئل اپسه که میتونید با فعال سازیش همزمان دو تا واتساپ و دو تا اینستاگرام جداگانه تو صفحه گوشیتون داشته باشید که میبینین دقیقا دو تا واتساپ جداگانه میاد. سومین قابلیت فلوتینگ ویندوزه که میتونیم مثلا همزمان که داریم فیلمی چیزی نگاه میکنین، پیامی هم اومد، جواب پیاما رو بدین و همچنان هم فیلم خودتون رو نگاه کنین. چهارمین قابلیت گیم توربوه که باعث میشه بازیتون توی شرایط خیلی بهتر باشه و بدون هیچ باگی باشه. برای فعال سازیش باید برین توی منوتون و توی برنامه سکیوریتی، از اونجا میتونین گیم توربو رو فعال کنین. قابلیت پنجم که اسکرین رکوردره که همونطور میبینید پنجره شناور رو میکشیم پایین و از هر چی که بخوایم